یه جادوگر بیمو به کلون گفت که اژدهایان به زودی از تخم‌ها بیرون میاد و اون با کمک سولوزولا به شهر نیرسی حمله کرد و تمام مردم رو کشت. اما از الان به بعد چی؟ اول بریم سراغ 6 جادوگر سپیدی که داخل یکی از سربازخونه‌ها زندانی بودن. این 6 نفر آخرین بازمانده‌ها از جادوگران سپیدن، چون در حدود 8 ماه پیش و در طی جنگ دستان لرزان، یعنی جنگی که بین گومزاتن و جادوگران سپید اتفاق افتاد، تمام جادوگران سپید کشته شدند و لاشه گول باستانی توسط گومزاتن به آتیش کشیده شد تا جادوگر سپید جدیدی به وجود نیاد. پس این 6 نفر از چیزی که فکرش رو بکنید با ارزشمندترن و کلون به اونها آزادی کامل میده و جادوگران هم تصمیم میگیرن که داخل شهر نیرسی باقی بمونن و حتی به کلون برای رسیدن به تخم اژدها کمک هم میکنن. حالا چرا؟ مگه چه خیری از کلون به اونها میرسه؟ قضیه اینه که 6 جادوگر هم دارن برای دست پیدا کردن به اژدهایان تلاش میکنن تا شاید بتونن به این روش بتونن انتقامشون رو از گومزاتن بگیرن. قطعا نمیتونن گامی به این بزرگی که خودشون کلی اژدها دارن رو نابود کنن، اما هدف اصلی کشتن رهبر اوناست. همونطور که قبلا گفته شد، آشیان محل نگهداری تخمه اژدها بوده، اما این ساختمون پر از طلسم و دسترسی بهش به همین آسونی ها نیست. دقیقاً تو همین لحظه است که کلون میفهمه چه گندی بالا آورده، چون نباید اعضای شورا رو میکشت تا اونا بتونن راه ورود به آشیانه رو بهش نشون بدن. از اون طرف مارتین میاد سراغ داداشش و بهش میگه ما که دومین شهر بزرگ سرزمین میانه رو به این راحتی تصرف کردیم، چرا حالا که قدرت دست ماست این کار رو ادامه ندیم و مناطق بیشتری رو برای خودمون نکنیم؟ از جزئیات باید بگذریم و الا کار به قسمت 5 میکشه. پس خلاصه‌وار بهتون بگم که کلون این اجازه رو به مارتین میده و میگه تو میتونی ارتش رو برداری ببری و در واقع کاری که میخوای رو انجام بدی، اما من تو شهر نیرسی باقی میمونم. مردم قبیله مهزادگان هم که رهبرشون رو به تازگی از دست دادن از این حرکت مارتین خوششون میاد، چون هم به نظرشون این آدم باجنمه و همین ایده که بخوایم سرزمین‌های دیگه رو تصور کنیم خیلی براشون جالب به نظر میاد. پس بخشی از اونها در واقع تصمیم میگیرن که از مارتین پیروی کنن، دقیقا همون کسی که نقشه قتل رئیس قبیلهشون رو کشید. سولوزولا هم که به خاطر نسل کشی کلون ارادتش نسبت به اون رو از دست داده، نمیخواد که پیشش بمونه و در کنار مارتین قرار میگیره. اینطوری بخشی از اهالی سایونا هم به این گروه ملحق میشن. پس در کل بخوایم بگیم هر کس که طرف مارتین و البته بولون و زی ایستاد تصمیم خودش بوده و کسی زورش نکرده که شما جزو ارتشید و باید بیایید به ما خدمت کنید. آخه ارتشی هم وجود نداشته، صرفا اهالی دو تا قبیله بودن که چند روز شمشیر به دست گرفتن. حالا وقت مرور شهرهای قلمرو آمبریانه. در سرتاسر این قلمرو 72 تا شهر وجود داره که 5 تا از این شهرها شهر بزرگ به حساب میان، یعنی میشن، نیرسی، کاتومیل، رپ و ناشرسه که تو سرزمین کارسیم تو غرب آمبریان قرار گرفته. بقیه شهرها مثل پای همچین کوچیکن و چنگی به دل نمیزنن. هدف مارتین همون شهرهای بزرگه. 219 تا روستا وجود داره، 34 تا قبیله که بزرگترینشون همین سایونا و مهزادگان بودن. حالا ممکنه یک جانشین باشن یا نباشن. اشیر هم که این وسط برای خودشون میچرخن و کار به کاری کسی ندارن. دسته‌هایی مثل آتوها و مردم درختی هم وجود دارن که ما فعلا بهشون کاری نداریم. کلون توی نیرسی باقی مونده و قوای متحده به طرف شهر بزرگ بعدی یعنی کاتومیل حرکت میکنه و بعد از تصرف اونجا بولون باقی میمونه تا قدرت رو تثبیت کنه و نگه داره. همینطور شهر بعدی یعنی رپ به ذهن میرسه و در نهایت بزرگترین شهر سرزمین میانه یعنی میشن نصیب مارتین میشه. اما یه شهر بزرگ دیگه باقی میمونه یعنی ناشرسه تو سرزمین کارسیم که 1/4 قلمرو آمبریان رو شامل میشه این سرزمین. اما این سرزمین برای سالهاست که مثل اکثر مناطق درگیر خشکسالیه و اخیراً یه بیماری خیلی کشنده اونجا فراگیر شده و عملاً هیچ ارزشی برای مارتین نداره که بخواد اون منطقه رو مال خودش بکنه. حالا در ادامه هر کدوم از این 4 برادر به شهر خودش حکمرانی میکنه، اما حاکم اصلی در واقع همون کلونه که خودش رو ریبوک معرفی کرده. ریبوک خدایی بوده که بیشترین سرزمین رو روی کره زمین مالک بوده. پس فعلا اسمی از پادشاه نیست، چون این اسم اصلا وجود نداره. درجه بندی‌ها تا پیش از این در حد ارباب و حاکم شهر و رئیس قبیله بوده. یه سال بعد به کلون خبر میرسه که مارتین داداشت داره یه حرکتایی میزنه و یه کارایی انجام میده. کی این خبر رو داده؟ سولوزولا که در کنار مارتین بوده. سولوزولا در واقع به دستور کلون بود که رفت خودش رو چسبون به مارتین به این بهونه که از کلون بدم میاد. کلون این تصمیم رو گرفت به 2 دلیل. یکی این که ارتشی که فراهم شده بود و اصلا رئیس قبیله سایونا سولوزولا بود و کلون ترسید که یه وقت خوشی نزنه زیر دلش و هوای قدرت برش رو بخواد طغیان کنه یا هر چیزی. به علاوه کلون از کله شقی داداشش مارتین با خبر بود و سولوزولا رو گذاشته بود تا چهارچشمی حواسش بهش باشه. اما حالا با خبری که بهش رسیده
این فکر به ذهنش میرسه که نکنه مارتین قصد داره به من خیانت کنه و یک کودتایی انجام بده. خود کلون بعد از 1 سال تو چه وضعیتی قرار داره؟ اون 3 ماه طول کشید تا با خنثی کردن تله‌ها به تخم‌های اژدها دسترسی پیدا کنه و از اون زمان هر روشی رو امتحان کرده تا اژدها از تخم‌های سنگی خارج بشن. کلون که قصد داره جلوی مارتین رو بگیره، عوض اینکه بره ارتش جمع کنه و به شهر میشن حمله کنه، یه پیشنهادی رو مطرح میکنه که در نهایت چیزی که به توافق رسید رو اینجا براتون میگم. هر کدوم از برادرها 6 سال تحت عنوان ریبوک ظاهر میشه و بعد از اون این مقام به برادر بعدی میرسه. فرزندان این 4 برادر باید فقط و فقط با هم ازدواج کنن تا به این روش قدرت دست این خانواده باقی بمونه. خانواده‌ای که کلون اون رو کلون بولونزه مارتین نامگذاری کرد. اما این اسم به مارتین کلون بولونزه تغییر پیدا کرد چون مردم حاصل این کشورگشایی رو تلاشه مارتین میدونستن و اسم اون رو اول میآوردن. خود کلون قبل از تمام شدن دوره 6 سالش و به طرز عجیبی از دنیا رفت. اون سالهای پایانی عمرش رو تماما داخل آشیانه گذروند و به قدری در بین راهروهای این ساختمون قدم زد که در نهایت توسط یکی از سلح‌ها که خنثی نشده بود کشته شد. طبق قانونی که به توافق رسیده بود، اگه نفر بعدی از تصاحب جایگاه ریبوک انصراف بده، تعداد سالهاش به ریبوک بعدی اضافه میشه. 2 نفر بعدی انصراف دادند و مارتین در کل 16 سال حکومت کرد. اون یه ارتش مستقل ایجاد کرد و مناطقی از بیلیسک سرسبز رو هم به قلمروش اضافه کرد. به عنوان سوال آخر، آیا واقعا مارتین قصد خیانت به برادرش رو داشت؟ نه، در واقع اقدامات اون در راستای تأسیس شهر بوده، ایده‌ای که برای سالها در گوشه ذهنش داشت. شاید بعداً بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، اما فعلا در این حد بدونید که شهر یه مکانی بوده برای تبعید مجرمان در عوض کشتن اونها. خاندان مارتین کلون بولونزه بعد از 37 سال به 3 قسمت تقسیم میشه که هر کدوم خودشون رو مارتین کلون بولونزه های اصلی میدونستن. اما این خاندان دوباره و در 50مین سال تشکیل متحد و یکپارچه میشه. خاندان مارتین کلون بولونزه به مدت 292 سال حکومت کرد تا زمانی که آمبر به این خاندان پایان داد. آمبر از نوادگان کالگه که توی یکی از ویدیوهای شورتس معرفی کردم و میتونید ببینید. ویدیو بعدی احتمالاً راجع به جنگ خدایان و سرآغاز دنیای فردوس باشه و در نهایت امیدوارم که از این سری 4 قسمتی از خاندان مارتین کلون بولونزه لذت برده باشید.